بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر ناصر و معین. بنده سید احمد حسینی متین هستم، فرزند سید عباس، متولد 1351 شهرستان بوجنورد. بنده راننده کامیون بودم تریلی، مدت 1 سال در خط ترکمنستان مشغول فعالیت بودم که در تاریخ 4/1/94 یک مقدار، حالا دقیقا الانم نمیدانم، اگر مأمور اونجا گذاشت گفتن که این 2-3 گرم تریاک از ماشین شما در آمده، به این خاطر بنده رو دستگیر کردن، ماشین رو توقیف کردن، من بردن به اشقابات، بازجویی این ور اون ور، خیلی اذیت کردن و به خاطر این 2-3 گرمی هم که به گفته اونا بنده اصلا قبولم نکردم، تا الانش هم قبول نکردم و هیچ اطلاعی هم نداشتم. هم ماشین من مصادره شده، خودم هم از 4/1/1194 با مدت 3 سال و 4 روز در اون کشور در شدیدترین تحت شدیدترین تدابیر امنیتی هم حبس بودم که خیلی هم ما را اذیت میکردن و این هم دارم اطلاع رسانی میکنم که واقعا جای بدی بود، خیلی ما را اذیت میکردن. از نظر خورد و خوراک